معرفی قابلیت‌ها و امکانات نرم افزار فلوید سیم فستو یا شبیه ساز سیستم‌های هیدرولیک و پنوماتیک فستو. خب اگر بخوام به صورت کلی روی این نرم افزار صحبت بکنم، این نرم افزار یک نرم افزار طراحی نیست. امکانات طراحی مثل نرم افزار ایپلن فلوید یا الکتریکال اتوکد برای ما به وجود نمیاره، ولی این نرم افزار بسیار میتونه مهم باشه و مفید باشه برای شبیه سازی یک سیستم هیدرولیک و در کنارش سیستم‌های پنوماتیک صنعتی. شما زمانی که یک نقشه هیدرولیک طراحی میکنین، قبل از اینکه بخواین شروع به ساخت اون پاور پک انجام بدین یا شروع به ساخت بلوک ها انجام بدین، بهتره که توسط نرم افزار فلوید سیم از عملکرد صحیح این بلوک یا این پاور پک یا این سیستم هیدرولیک مطمئن بشین. این نرم افزار یک لایبراری داره که کلیه سمبل های هیدرولیک و مدارات فرمان برق روش میتونین استفاده بکنین. تو قسمت بندی هایدرولیک، الکتریکال کنترل و دیجیتال تکنیک مربوط هست به مدارات منطقی و که میتونن لینک بزنن بین سیستم کنترل شما و نرم افزار فلوید سیم یا همون نقشه هیدرولیکتون. من به عنوان مثال از قبل یک نقشه‌ای براتون باز کردم که به صورت کلی میتونین امکانات این نرم افزار رو روی قاب مشاهده بکنید. یک دیاگرام هیدرولیک هست، یک نقشه هیدرولیک با یک عملکردی که توی ذهن طراح هست که حالا اینجا به صورت یک سیستم کنترل مسیر 4-3، یک سیستم کنترل سرعت 2 سرعته، یک سیستم بایپاس و یک سقف فشار، یک کنترل کننده فشار و یک سورس هیدرولیک، یک نمایشگر فشار یا همون گیج. زیر دیاگرام هیدرولیک یک مدار فرمان الکتریکال شما میبینین، مدارات رله کانتاکت که از سنسور استفاده شده، شاسی استفاده شده، رله ها و سولونوید های شیرهایی که استفاده میشن توی سیستم هیدرولیک ما. شما امکان رسم نمودار و BOM یا به وجود آوردن جدول لیست قطعات هم توی این نرم افزار دارید و در کنار زمانی که نقشه کشیدون به اتمام رسید میتونین استارت قسمت سیمولیشن رو بزنید و عملکرد این سیستم رو با هم دیگه مشاهده بکنید و اگر موردی داره یا نتیجه دلخواهتون رو بهش نرسیدین، خب میتونید راحت اصلاحیه بزنید و ادیت های نهایی رو روش پیاده سازی بکنید. که همینجور که میبینید این سیستم داره با 2 سرعت و اون سقف فشاری که واسش تعریف شده عمل میکنه. در کنار این نرم افزار یک نرم افزار دیگه ای هم هست به اسم اتوماسیون استودیو که سعی دارم که یک معرفی هم توی هفته‌های آینده خدمتتون روی این نرم افزار هم ارائه بدم.